رد و بدل کردن هر گونه وجه در بنگاه ممنوع است. همین پیروز 2-3-4 روز بیشتر نیست که بخشنامه کردن که آقا رد و بدل کردن هر نوع وجهی در بنگاه ممنوعه. و اگه کسی میخواد معامله بکنه، چرا؟ چون تو بنگاه تا الان هم اشتباه بود که چیز می‌نوشتن امضا می‌گرفتن. این قانون میخواد بگه دیگه این کارو نکن. سندی که الان به هر دلیلی سبز رنگ صادر شده، پاره شده، گم شده، مفقود شده، تازه صادر شده، تفکیکش تازه بوده، هیچ فرق نمی‌کنه. سندی که الان سبز رنگه، در بنگاه اگر شما معامله روش انجام بدید، آنچه که در بنگاه انجام میدید هیچ اعتباری نداره. هیچ اعتباری نداره. پیش‌نویسی که بنگاه می‌نویسه بر اساس ماده 13 آیین‌نامه تفسیر 2 ماده 3 قانون الزام بی اعتبار است. صراحتاً داره میگه. تازه آیین‌نامه هم که نبود، خود قانون هم داشت همین رو میگه. مذاکرات مقدماتی که میشن پیش‌نویس برای تنظیم باید بره دفترخونه. پس این نکته رو باید شما حتما به موکلینتون، به دوستانتون، به خانواده، به کسانی که ارتباط دارید، همه ما باید این رو روش زد بکنیم.